اگه احساس میکنی برای تقویت لیسنینگت به برنامه نیاز داری یا فراموش میکنی که برای خودآموزی زبان انگلیسیت وقت بذاری، قابلیت تقویم آواکست بهت کمک میکنه. با نسخه جدید اپ، یادگیریت رو منظم‌تر از همیشه کن. برنامه یادگیریت رو بر اساس روزایی که زمان آزاد داری بچین. ما هم بهت یادآوری میکنیم که به درسی که میخواستی سر موقع گوش بدی. هر موقعی هم که نیاز داشتی به راحتی برنامه‌ت رو تغییر بده. با تقویم آواکست متوجه میشی چقدر به هدفت نزدیک شدی و کجاها باید بیشتر تلاش کنی. علاوه بر اون، خیلی راحت میتونی روزانه نکات مهم رو یادداشت کنی و بعداً مرورشون کنی. آواکست هم به پاس تلاشت توی یک سری از روزای خاص بهت هدیه میده. کافیه که بعد از انتخاب هر پلیلیست برنامه یادگیریت رو مشخص کنی یا از هر پادکستی که خوشت اومده واسش یادآور بذاری و توی زمانی که میخوای بهش گوش بدی. همه چیز آماده است تا لیسنینگت رو خودآموز اما با برنامه منظم‌تر و جدی‌تر شروع کنی.